안녕하세요. 저는 이란에서 온 희민입니다. 저는 이란에서 온 설아라고 합니다. 저는 이란에서 온 마리아. 근데 전체적으로 보면은 뭐 되게 막 스타일에 신경을 많이 써요. 패션도 좋고 이란에서는 수염을 많이 길거든요. 근데 한국에서는 잘 안 하는 것 같아요. 약간 근데 제가 봤을 때 케이스 바이 케이스인 것 같긴 한데 고백을 잘 못한다. 외국인들 누가 마음에 들면은 바로 그냥 얘기하거든요. 너가 마음에 드니까 만나자고. 근데 한국은 그렇지는 않은 것 같아요. 제 경험으로는 샤이한 거? 좀 샤이한 것 같아요. اول از همه به نظرم پسراشون یکم محافظه کارتر از ایرانیان. آره خیلی مثلا اصلا تو ایران اینجوریه که خیلی شوخی میکنن، خیلی سریع دوست میشن، ولی خب مثلا از عقب وایسادن انگار تو آره ببری اینجوریه که مثلا میشن نه اینجا اهمیت خیلی اینجوریه. یکم میترسن حس میکنن حالا به خاطر خارجی بودن. ترسو که به نظر من همشون دارن. دختر حالا یکم شجاع‌ترن، میان جلو با حرف میزنن نه، ولی پسرا اصلا. بعد یه وقتی هم که تو میری جلو مثلا خب دوست مثلا با هم چه میدونم داریم درس میخونیم، با هم داریم کار میکنیم، کاری داریم میکنیم، خب میخوایم همو بشناسیم. بعد مثلا اینجوریه که سلام من مثلا میگم اسم چی؟ من فلانیم. مثلا چند سالته؟ چرا؟ 20 سالمه. چی کار داری با من؟ یکم به نظر میاد که ترس داشته باشن که فکر کنم به خاطر خارجی بودن. کلا ولی به نظر من خیلی خجالتی ترن. خیلی آره کلا ذاتی حس میکنم کره خجالتی ترن پسراشون. 누나라는 누나의 약간 되게 누나를 좋아하는 것 같아요. 괜찮. 누나를 뭐 그 노래 있잖아. 누나 너무 예뻐. 굉장히 뭐 그런. Actually, Korean boys are so stylish. I like it. They are so shy toward foreigners most of the time, and I don't know why. If they have a more self-confidence about being with foreigners, it will be really good. But actually, I like their styles and about their personality also. I think they should be nice guys actually. Yeah. به ظاهرشون خیلی اهمیت میدن دیگه، یعنی اندازه خانماشون به پوستشون میرسن، به موشون میرسن، آرایش هم آره خیلی چیز معمولیه خب براشون. و نه آرایش اونجوری خط چشمایی نه، مرد و زن نداره، واقعا استایلشون هم خیلی خوبه، خیلی خوب لباس میپوشن. واقعا مثلا لباسی که کره میپوشن و اگه مرد ایرانی بپوشن واقعا بهشون نمیاد و خیلی مزهقه. دیگه مثلا تو کشورمون مرد صورتی بپوشه خیلی میپوشن، بعد خیلی جالب مثلا البته فکر نمی‌کنم خیلی ربطی به نظر راجع به مرداشون داشته باشه، فکر می‌کنم بیشتر به مردونشون برمیگرده که اصلا چیزای کیوت اگه تو ایران استفاده بکنه مرد خیلی مثلا میگم وای مثلا به کیفش فلان اردک آویزون کرده، بعد اینجا یه خرس گنده مثلا از یارو آویزونه مثلا یه دونه هودی میپوشه روش اردک انقدر یه زرده، ولی خب مثلا خیلی چیز معمولیه. به نظر خب مثلا ایرانی‌ها چیز مردونه نیست، نه باید ساده باشه مثلا سر سنگین باشه. وقتی که من ایران بودم مثلا فکر می‌کردم که پسر کره‌ای خیلی کولن، خیلی باحالن، بعد مثلا چیزی که خودم تو فیلم‌ها دیدم مثلا بیان تو رو نجات بدن، بیان نجات بدن، نه نرو سبد گل هر روز بیان ماشین رو برو باز کنن. فکر نمی‌کردم ولی خب من فکر می‌کردم که خیلی سریع‌تر با صمیمی بشن، خیلی مثلا خودمونی‌تر رفتار کنن، ولی بعد اومدم دیدم همه فرار میکنن از من. همینجوری اولین بار که تو دانشگاه رفتم سر کلاس نشستم، بعد یه پسره بغلم بود، یه پسری توی این ردیفی که من بودم این طرفش بود، دوتاشون پا شدن رفتن یه جا دیگه نشسته. ببین تو که همون ترس خاصه است دقیقاً. چی شد؟ ترس خاصه است. ولی کلا علاوه استایلی به نظرم نسبت به پسرایی که ما داریم از لحاظ استایلی اسم می‌کنم بیشتر به خودشون میرسن قطعا، و اینکه به پوستشون خیلی میرسن که من مثلا تو خانواده خیلی مراقبت میکنم. 대부분 한국 남자들이 다른 나라 남자에 비해 목소리가 되게 멋있는 것 같아요. 자, 오늘 한국에 대한 이런 사람들 생각 알아봤는데 여러분의 생각이 어떠세요? 오늘도 이렇게 시청해주셔서 감사해요. 여러분
다시 뭐 하는 거야? 여러분 안녕. 안녕.